آینده نیز انشالله در نظر است ما بتانیم شهر خود را زیادتر زیبا بسازیم، ساختن مترو، تراموای و در نظر گرفتن بیارتی در ساختن سرک ها و همچنان ساختن پارک های بزرگ خوب و ما یک شهر سرسبز و زیبا داشته باشیم. الحمد لأهله و الصلاة علی اهلها. نخست جا دارد به مناسبت خدمات و به مناسبت افتتاح این چنین پروژه های بزرگ از همه هیئت رهبری محترم شهروالی کابل، به ویژه محترم شهروال صاحب مولوی صاحب عبدالرشید از صمیم قلب تشکری نمایم. امروز ما الحمدلله شاهد افتتاح یک پروژه بزرگ در قلب شهر کابل هستیم که این پل از مقام محترم ولایت کابل از چهارراهی صدارت تا سرک جویشیر وصل می باشد. طول این پل تخمینا در حدود 283 متر و عرض از 18 متر با قیمت مجموعی 462 میلیون افغانی در نظر گرفته شده است و همچنان در چهارراهی برکی در اونجا 2 پل در نظر است و یکی زیرگذر فعلا در حال تطبیق است. طول آن 470 متر و عرض آن 20 متر است. پیشرفت فیزیکی کار تخمینا در حدود 45% تکمیل شده است و قیمت مجموعی آن 580 میلیون افغانی می باشد. در گام دوم در چهارراهی برکی یک پل هوایی هم در نظر است. قیمت مجموعی آن 762 میلیون افغانی می باشد. الحمدلله در سال 1404 هجری شمسی از طرف شهروالی کابل به تعداد 258 پروژه انکشافی در حال تطبیق می باشد. از جمله 200 پروژه فعلا زیر کار است. در 4 سال گذشته شهروالی کابل توانسته است 350 کیلومتر سرک را در شهر کابل، سرک‌های خرد و ریزه همه را شامل است، تکمیل کردند و به بهره برداری سپردند و برای سال 1404 هجری شمسی برای شهروالی محترم کابل در حدود 8 میلیارد و 113 میلیون افغانی پروژه بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است. انشالله اگر این بودجه انکشافی به مصرف برسد، انشالله چهره شهر کابل انشالله بدل خواهد شد. برای تعمیر، سرسبزی و تزیین شهر کابل پروگرام های مختلف از طرف شهروالی محترم شهر کابل زیر کار است، از قبیل نصب اشاره و لوحه های ترافیکی و نصب لوحه های راهنمایی، ساختن پارکینگ ها و سرسبزی و تزیین شهر کابل در نظر است. انشالله شب روز همه مسئولین شهروالی کابل مصروف امی خدمت هستند و در آینده نیز انشالله در نظر است ما بتانیم شهر خود را زیادتر زیبا بسازیم، ساختن مترو، تراموای و در نظر گرفتن بیارتی در ساختن سرک ها و همچنان ساختن پارک های بزرگ خوب و ما یک شهر سرسبز و
زیبا داشته باشیم و مطابق با معیارهای محیط زیستی باشد. تمام سعی خود را انشالله همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان به ویژه مسئولین شاروالی کابل انشالله انجام خواهند داد تا ما بتانیم به شهروندان عزیز خود خدمات خوب و شایسته را ارائه نماییم. البته در این راستا همکاری شهروندان عزیز هم در صفایی شهر و سرسبز ساختن شهر خیلی مهم می باشد. از طرف شاروالی کابل در هر کوچه، در جاهای در مجتمع ها، در اون جاها زباله‌دانی ها نهاده شده است. همه شهروندان عزیز کوشش کنند زباله های خود را در کثافتدانی ها در اونجا برسانند، در هر جا نندازند. یا عموم شهروندان عزیز در سرک ها روان هستند، یک چیزی را میخورند یا مینوشند، او را به سر سرک نندازند تا به کثافتدانی در جاهایی که زباله‌دانی ها در نظر گرفته شده است یا نهاده شده است در اونجا بندازند. در اون صورت همه شهروندان اگر در این راستا همکار شوند، در اون صورت ما و شما میتونیم انشالله شهر خود صفا و همچنان زیبا بسازیم. انشالله در این راستا همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان همه سعی و تلاش خود انجام خواهند داد، هم در مرکز، در پایتخت و همچنان در شهرهای مختلف، در ولسوالی ها، به خاطر آبادی شهرهای خود، وطن عزیز خود انشالله همه سعی و تلاش خود انجام خواهیم داد. از توجهتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.